شقایق سلام، کیمیا سلام، درود بر تو. سلام مهدی جان، چاکرم. شقایق جان تولد مبارک. تو لایو بعدی تولد تبریک میگیم. حالا اینجا برای شاهنامه است، نمیتونم زیاد چیز کنم. خوبی؟ این چه خبر؟ آسه و تصویر اوکیه؟ خواهش میکنم کیمیا. آره خوبم خدا رو شکر. حالا تو لایو بعد کلی باهاتون صحبت میکنم. بعد اینکه دو تا بزنین رو صفحه لایک شه، یه ذره تعداد بریم بالا. ما که میخوایم شاهنامه رو بگیم حداقل با تعداد بالاتری بگیم و شاید خیلی دوست داشته باشم بیان. آره لایک رو بکوبید که میخوایم شاهنامه رو شروع کنیم. ماجرای گرشاسب و اسفندیار یا اسپندیار یا گرشاسب. بچه ها دوتا بزنید رو صفحه لایک شه. اینترنت قطع شده؟ که هیچ نمیگه. درسته. خب باش آقا، ما سریع این لایو رو بگیم که بریم سراغ لایو بعدی. اونجا بیشتر جورا جان سلام. من نمیدونم شما کدوم جورا هستید. جورا علی صالحی سلام، چاکرم. خب بچه ها، ما داستان پریشب یا پس پریشب قبل تاسوعا عاشورا به اینجا رسید که اگه یادتون باشه زرتشت اومد و به گرشاسب گفته این دین جدیده. علی عشقی سلام، چاکرم، ارادت. گفتش که بچه من دیگه از اینجا به بعد پیام رو نمیخونم، فقط هر کی اومد حتما خوش آمد بگید، سلام بگید و هشی تا بعد. خیلی مخلصیم بچه ها. تا اینجا رفتیم جلو که گرشاسب پادشاه ایران شد و لهراس به بلخ رفت و اونجا حالت بازنشستگی و عبادت خودش پرداخت و پادشاه توران ارجاسب در نبردی بین ایران و توران بود سر همین دین زرتشت یا دین بهی شکست خورد به واسطه اینکه اسپندیار رفت و چی بود اونی که بیدرفش رو شکست داد و کشتش و تونست لشکر ایران رو پیروز کنه به همراه داداشش و پسر عموش و عموش. اسپندیار همونطور که گفتم پسر گرشاسب دو تا پسر خیلی معروف داشته به اسم فرشاورد یا همون ما میگیم فرشاد و دیگری اسپندیار یا اسفندیار. آره اسفندیار اون موقع خیلی جوان بوده، 18 سال داشته و اونجا جنگو تونسته پیروز از در بیاد و ارجاسب فرار میکنه و لشکرش رو میگذاره. لشکریانی که میمونن به دین بهی روی میارن و زرتشت رو قبول میکنن. اصلا جنگ سر همین بوده. حالا توی این نبردها ما پریشب گفته بودیم، توی لایو قبلی شاهنامه گفته بودیم که
گرشاسب یه جایی احساس شکست میکنه و داره شکست میخوره انگار. به خاطر همین میگه آقا هر کسی تونست بیدرفش رو شکست بده من دخترم رو بهش میدم. دوباره کسی پیش قدم نشد. بعدها گفتش که آقا هر کی بره شکست، آقا به اسفندیار گفتش که اگه تو اینو شکست بدی، این جنگو پیروز بشی، تخت پادشاهی رو به تو میدم و خودم رو بازنشسته اعلام میکنم. و حالا اسفندیار برگشته به کاخ و اندرونی و منتظر جایزه ها و اون وعد و وعیدهای پدر خودش گرشاسبه. حالا توی کاخ ایران هستیم. گرشاسب هست، کل پهلوان ها هستن و فرشادور و اسفندیار هم هستن. گرشاسب فقط این دو پسر رو نداشته، تعداد پسرهای بیشتری داشته، ولی این دوتا قراره کلی باشون کار داشته باشیم، به خصوص اسفندیار. یه چیزی که اینجا این وسط هست اینه که خب وقتی که به اسفندیار گفته بود که آقا تو اگه اینو شکست بدی من تاج و تخت رو بهت میدم، صحبت از دختر خودش نکرده بود که. عقل سلیم که اینو نمیگه که. ولی آقای دقیقی که بهتون گفتم 1000 بیت اول رو ایشون گفتن، آقای دقیقی اینجا این مثال رو، این شهر رو میاره که بله وقتی که رسیدم به کاخ، گرشاسب دختر خودش فرخ یا فروغ، نمیدونم چی فروغ رو، فروغ رو یا ماهرخ رو به عقد اسفندیار میاره. و آقای دقیقی توی شعری که گفته توی شاهنامه میگه آقا قبلا رسم ایرانیان زرتشتیان این بوده، ولی حالا سر این جریان خیلی تحقیق کردم و خیلی هم دارم بحث و جدل میکنن که آیا یه همچین چیزی بوده یا نبوده. توی نوشتارها انگار که زیاد برای زرتشتیان یا ایرانیان قدیم این ازدواج محارم زیاد تابوی خاصی نبوده، ولی خب آقای دقیقی اینجوری اعلام کرده. حالا ما فعلا اینجا رو کار نداریم، هر کی میخواد داستان اونور رو بدونه به خودش میتونه بره تحقیق ریزی بکنه، بنویسه ازدواج گرشاسب، ازدواج اسفندیار پسر گرشاسب با خواهر خودش ماهفروغ، ماهرخ، یا همین اسمی بوده دیگه، که این ازدواج انجام میشه و آقای گرشاسب میگه آقا باشه ازدواج کردید و برید و اینا، که اسفندیار اونجا واسطاده و همچنان ایستاده و گرشاسب هم میدونه چرا واسطاده دیگه، چون خود گرشاسب هم سر پادشاهی با پدر خودش یه مشکلایی داشته دیگه. که اسفندیار میگه آقا اوکیه شما الان این ازدواج رو ما انجام دادیم، ولی اون وعده وعیدهای دیگه کی به وقوع میپیونده و اون یادتون نرفته که گرشاسب اونجا میگه آقا تو هنوز زوده برات، تو برای اینکه بهم ثابت کنی که واقعا میتونی پادشاه باشی، چون گرشاسب یادتون باشه آدم مغروریه، یه ذره کلش باد داره، میگه تو الان فعلا زوده برات به پادشاهی بیای. به جای این حرفا یه تیکه برمیگرده میندازه به اسفندیار، میگه تو نمیخوای دیگه بجنگی؟ یعنی یه جورایی داره چی میگن، یه ترپی پهم میکنه برای اسفندیار، ببینه اسفندیار چی میگه. که اسفندیار خیلی خونسرد، بچه‌ها شخصیت اسفندیار رو من خیلی دوست دارم، خیلی آدم خونسرد و متینیه، سعی میکنه با درایت و هوش خودش همه چی رو حل کنه. توی نبرد هم اگه یادتون باشه یه جایی همه بعد مرگ زریر عموی گرشاسب، داداش گرشاسب، لشکر ایران دیگه به نابودی داشت میرفت که آقای اسفندیار میاد و یه سخنرانی قرار میکنه و اون شور و انرژی رو برمیگردونه و جنگ رو به نفع ما ایرانیا برمیگردونه. پس آدم با درایت و باهوشیه. که اینجا اسفندیار هم خیلی خونسرد میگه که آقا جنگ کدوم جنگ؟ اگه جنگی هست بگو من برم، الان که جنگی نیست، ولی اگه جنگی باشه چرا نمیرم؟ میرم. گرشاسب میگه آقا جنگی نیست، ولی تو باید بری دور اطراف از روم، چین، حالا کشورهای دیگه حوزه ما، باید بری این دین بهی رو بهشون معرفی کنی و اگرم قبول نکردن اون کشور رو فتح کنی. یه همچین چالشی رو برای آقای اسفندیار میاره آقای گرشاسب.
گرشاسپ هم آدم اینجوری چیزی بوده، بوزی بوده، میگه آقا این حالا تا بره اینا رو چیز کنه 10 سال طول میکشه، منم پادشاه میمونم دیگه. آقای اسفندیار قبول میکنه و یک لشکری جمع میکنه و میره به دعوت دین بهی برای اطراف ایران که میگن از روم تا هند. خیلی باورش شاید سخت باشه ولی آقای دقیقی خیلی سریع این مطالب رو میگه. حالا جلوتر با هم دیگه راجع به آقای دقیقی صحبت میکنیم. آقای اسفندیار میره و کل این کشورها رو به دین بهی سوق میده و همه رو به دین زرتشت دعوت میکنه. حالا یک سری کشورها مقاومت میکنن، اون کشورها رو هم فتح میکنه و بعد برمیگرده یه نامه‌ای میزنه به پدر که آقا من کل این کارا رو کردم تو دیگه چی میخوای از من؟ که پدر به خاطر اینکه این کار پسرش رو حالا ارج و قرب بذاره یه آتشکده‌ای بنا میکنه به اسم اسپند نمیدونم چی آره یه آتشکده به اسم پسرش میزنه. آقا حالا در کل کار نداریم، اسمها خیلی زیاده تو شاهنامه بچه، اگه من یه زمانی اسمی فراموش میکنم شما به بزرگی خود ببخش. 2 تا هم بزن رو صفحه لایک شه، 3 تا واقعا برای شاهنامه ما دیگه حداقل کم. بعد اینکه اسمها خیلی زیاده و خیلی شبیه همه و خیلی تکراریه، امکان داره یه سری اسمها مثل بهرام بیاد بمیرن و شما فکر کنید این بهرام همون بهرامه. من مجبورم که یه سری اسمها رو یا حذف کنم یا خلاصه بگم. بگذاریم که یک آتشکده به نام پسرش میزنه و میگه که آقا حالا تو فعلا گشت و گذار بکن، ازدواج کردی فعلا بچه‌هاتو بزرگ بکن. این نامه به آقای گرشاسپ میرسه که آقا من تمام کردم کارمو. گرشاسپ یک بزمی راه میندازه، یک مهمانی راه میندازه که توی اون مهمانی یک پهلوانی بوده به اسم کوریوز. آره به اسم کوریوز، اگه اشتباه نکنم درست تلفظ کنم به اسم کوریوز. این کوریوز کلا 2 بار اسمش میاد، یه بار قبل جنگ ایران توران که داشته آقای اون پیشگوی داشته پیشگوی جنگو میکرده و آقای گرشاسپ میگه که آقا میخوایم مثلا فلانی رو بفرستم برای نبرد، تو همه رو اینجا میگه پیشگوییت میگه آقا همه میمیریم که. یه بار اونجا میاد میگه آقا نه تو نباید بری، باید بذاری پسرت بره یا حالا برادرزادت بره انتقام بگیره. یه بارم اینجا حالا بی هیچ دلیلی ما نمیدونیم دلیلش چیه با آقای اسفندیار داشته، اصلا اسفندیار براش فول بوده. این آقای کوریوز اسفندیار براش فول بوده آقا، اصلا خوشش نمیومد. حالا چه دلیلی داشته اینا پساپشت با هم چه مشکلی داشتن نمیدونیم، حالا این کی کیو انگوش کرده ما خبر نداریم. مشکل داشته، میاد گرشاسپ رو جری میکنه، میگه که آقا گرشاسپ انقدر اینو گنده نکن. میگه چرا؟ میگه تو یه چیزایی من میدونم تو نمیدونی، اصلا اشتباه، این الان گفتنش هم اشتباهه، ولش کن. یه حرفی میندازه میگه ولش کن. میگه نه آقا بگو، تو باید بگی به من جریان چیه. میگه آقا یه رازیه که من نمیخوام بهت این رازه رو بگم، که اگه این رازه رو بگم خیلی حالت خراب میشه. میگه آقا نه بگو دیگه، آقا دیگه انگولکمون نکن دیگه، وقتی میای میگی یو لطفاً تکمیلش کن. که بعد یه گوشه ای میکشه آقای گرشاسپ رو، یا آقای کوریوز، و میگه که آقا به دروغ میگه که من شنیدم که اسفندیار داره یه ارتشی جمع میکنه، یه لشکری جمع میکنه برای کودتا، میخواد کودتا کنه و پادشاهی ازت بگیره، مواظب باش که داری چی کار میکنی. گرشاسپ اونجا عصبانی میشه به شدت. یو این دیدی کله گرشاسپ یهو ریتارد میزنه دیگه. توی داستان‌های قبل که اگه ببینید تو داستان‌های قبل هم گرشاسپ اینجوری بود، یهو ریتارد میزد. اونجا یهو ریتارد میزنه به آقای اسمش یادم رفت، اون ارجاس بود. اینجا یه نفر دیگه هم بود ارجاس که ترک بود. حالا به اون پیشگویی که اون پیشگویی کرده بوده و یک آدم عاقلی بوده به اون میگه تو بیا این نامه رو ببر برای اسفندیار و بهش اعلام کن که آقا هر جوری هست سریع خودش رو برسونه به پادشاهی، به کاخ پادشاهی. که این با حالا یکی از پهلوان ها میرن به سمت اسفندیار، میره به سمت اسفندیار
و اسفندیار 4 تا پسر داشته به اسم بهمن، آذرنوش، نوش آفر، نمیدونم همین چیزی، 4 تا اسم داره که با این بهمن و چیز ما کار داریم فعلا. اون ستای دیگه زیاد باشو کار نداریم. در آینده من بهتون قول میدم اسمشون رو بگم، ولی بهمن و آذرنوش رو مطمئنم. اون دوتا اسمو مطمئن نیستم، حالا اگه کسی میدونه میتونه بگه. اینا توی چی میگن حالت تفریح بودن، رفته بودن نوش آفرین یه همچین چیزیه. فکر نکنین نوش آفرین اسم پسر ها بچه. نوش آفرین، نوش آذر، یه همچین چیزیه. خلاصه ای چی، اینا رفته بودن پیکنیک، یه جورایی رفته بودن برای بعد جنگ و نبرد، رفته بودن شکار، توی شکارگاه بودن و داشتن شکار میکردن به همراه 4 تا پسرش. یهو میبینن از دور 2 نفر دارن شتابان به سمتشون میان و میبینن و متوجه میشن که آقا این 2 نفر کیان، مثلا فلانیه از دربار. اینجا خودشون متوجه میشن که یه جریانیه. اسفندیار به پسراش میگه آقا مثلا احتمالاً از کاخه و نمیدونم، حالا خدا کنه به خیر بگذره. که بهمن پسرش برمیگرده میگه پدر، چرا پدر بزرگ از تو اینقدر کینه داره؟ اگه تو چیکار کردی؟ که اسفندیار میگه نمیدونم، من کار بدی نکردم، من رفتم کل جایی که گفته رو به دین بهی دعوت کردم، آتشکده زدم، خشت همه رو پاره کردم به خاطر این پدر. دین نمیدونم از دست من چی، خودش گفت من پادشاهی به تو میدم، ما هم که حرفی نزدیم، حالا فعلا داریم اینجا نون ماستمون رو میخوریم. پسرم گل بابا، بابونه من نمیدونم جریان چیه. که همونجا آقای چیز میاد، همین بذاری لازم من این اسم رو پیدا کنم. آره اون اسم رو فهمیدم، جاماسب، اصلا رفت رو مخم. جاماسب اومده به اسفندیار نامه پدر رو بده و اونجا متوجه شده بوده که آقا گرشاسب خیلی عصبانی بوده و خیلی با حالت برزخ این نامه رو نوشته و بهش گفته بود که آقا اگه نشستی بلند شو بیا، اگه خوابی بیدار شو بیا، اگه نه سرپایی اصلا هیچ کاری نکن بدو بیا. اینجوری بوده نامه. همین لیوان آب داری دستت بذار زمین بیا کارت دارم. خلاصه این نامه رو که اسفندیار میخونه متوجه میشه که آقا یه جای کار میلنگه، خیلی نامه تند و تیزه. که از جاماس میپرسه که آقا این جریان چیه. جاماس هم روایت میکنه میگه آره من اونجا بودم، خیلی اوضاع خیت بود، خیلی اوضاع خیته. آقا اسفندیار چیکار میخوای بکنی فلان؟ اسفندیار میگه من نمیدونم، احتمالاً برم اونجا نمیدونم چه بلایی به سرم میاد، تو نظرت چیه؟ اگه برم کشته، احتمال داره کشته بشم، اگه نرم میگن آقا از حرف پدر سرپیچی کردم میشم یه آدم بد، تو نظرت چیه؟ که جاماس میگه آقا برو، اون پدرته، هر چی باشه پدرته دیگه. اون قدم گرشاس گبر رو کافر نیست رو بکشه که پدرته، حالا برو ببین چیه جریان. خلاصه اینا راهی میشن به سمت آقای گرشاس. گرشاسپ هم همه پهلوانا واسطه بودن. این میاد و تعظیم میکنه به پدرش و میگه سلام پدر، سلام پادشاه ایران زمین و اینا. میگه که سلام، مثلا یه گوشه واسه میگه جماعت، شما اگه جای من بودید شما چه حسی دارید اگه یک نفر، یک بچه رو بزرگ کنی، از آب و گل در بیاری، زنش بدی، بچه دار بشه، حالا که از آب و گل در اومده بخواد شما رو بکشه، شما نظرتون چیه؟ که یو همه حضار میگن وای مگه میشه آقای گرشاسب یه همچین پسری رو باید مادرش رو به عزاش نشون، آره باید زد، اینو دعوا کرد، مگه میشه پدر زنده باشه بعد به دنبال پادشاهی باشه این داستانا؟ که اسفندیار میگه آقا پدر من کی دنبال اینجا جریان بودم، چرا حرف دودم میذاری؟ میگه خاموش ملاین،
بیارید. آها میگه خاموش، صحبتی غیر این داری بگو. من میشنوم که اسفندیار میگه که آقا باشه آقا، تو پدر منی، تو پادشاهی، هر چی بگی درسته، من رو حرف تو حرفی نمیزنم، ولی من واقعا یه همچین فکری در سر نداشتم و ندارم و نخواهم داشت. تو پدر منی، پادشاه ایرانی، من چرا باید بیام نقشه مرگ تو رو بکشم؟ که دوباره میگه خاموش ملاین، بیارید آقا بیارید. این کرزمم اونورا نشسته بود و داشته میخندید زیزه. اون گرشاسپم گفت احمق خشم اینو گرفته بود، اصلا نمیدونست داره چه چرت و پرتی میگه. گفت آقا بیارید اینو به بند کنید، یه جوری هم اینو به بند بگیرید که اصلا نتونه نفس بکشه. که میان و جوری اینو میگه میبندن، دل آدم میسوزه که آقا این یه همچین آدمی چرا باید اینجوری بسته بشه؟ یه کسی که آقا ایران، جنگ ایران توران رو یه جورایی یه تنه در آورد قضیه رو، که اینو اسیر میکنن و میگن آقا تو اسیری، باید بمیری، انقدر تو اسارت میمونی تا درس عبرتی بشه برای ملاعین بعدی. اینو میفرستن به یک قلعه‌ای به اسم شبدژ، که میگن انقدر تاریک و اینجوری دخمه طور بوده هر کسی نمیرفته اونجا. آقا اینو میفرستن اونجا زندانی میکنن. خود گرشاسپ هم میره کجا؟ میره سیستان پیش لهراسپ. نه ببخشید، میره سیستان، لهراسپ که بلخ بود. میره سیستان به هوای این که بخواد اونا رو به دین بهی دعوت کنه، میره مهمان زال و رستم بشه. یعنی یه جورایی میخواسته از این جریان فرار کنه، اینقدر اعصابش خورد بوده و تحت فشار بوده. آقا پسر من داره بهم خیانت میکنه، منم پسرمو رفتم اوه درست رانندگی کن، منم پسرمو زندانی کردم و فلان و اینا. میره سیستان، ول میکنه، لشکر پشکر برمیداره، میره سیستان، یه چند وقتی هم اونجاه. خلاصه این جریان توی مردم میپیچه که آقا گرشاسپ چرا اسفندیار رو زندانی کرد؟ مریضی مگه آقا؟ پسرت، گل پسر، شاه پسر، ایران رو نجات داده، مردک ملعون. خیلی تو تکاپو بودن که آقا یه شورشی بپا کنن، یه چیزی بپا کنن که اسفندیار رو نجات بدن. حالا این خبر به بهمن و آذرنوش و پسرای دیگه آقای اسفندیار ما میرسه. اونا به سمت دژ بهمن میرن، پدرشون رو تنها نمیذارن، میرن به سمت دژ بهمن، ولی نمیتونن کاری بکنن. چرا؟ چون اگه بخوان آزادش کنن علنا اعلام کودتا میشه دیگه، میدونی؟ یعنی دارن مخالفت صریح میکنن با پادشاه. که بهمن و اینا میرن پیش اسفندیار و اسفندیار اونجا حالا دارن با هم صحبت میکنن. آقا شما آرام باشید، شما کاری نکنید، چیزی نیست، اگه من اینجا هستم نگران نباشید، فعلا اینجا اینجوریه، شما هیچ کار غیر عقلانی نکنید. اونا هم اونجا میمونن، توی دژ بهمن میمونن. خب این مدتی که گذشت، تمام این اخبار به گوش کی میرسه؟ به گوش دشمن. دشمن کیه؟ ارجاسپ. ارجاسپ کیه؟ همونی که جنگ ایران توران فرار کرد و لشکریانشو گذاشت، فرار کرد به سمت توران. حالا این خبر به گوش ارجاسپ رسیده و ارجاسپ میخواد که متوجه بشه که آقا این جریان حقیقت داره یا نه. اگه اینجوریه خیلی الان موقعیت خوبیه. چرا موقعیت خوبیه؟ به خاطر اینکه گرشاسپ پادشاه ایران پایتخت رو ول کرده رفته سیستان، پسرش اسفندیار که یک پهلوان نامی بوده ما رو شکست داده تو زندانه، مردم هم اینجا توی هاج و واجن، بهترین وقت، هیچ کس حواسش به جیهون و این مرز و اینا نیست، ما میتونیم بریم اونور. ولی قبل هر چیزی خب اون موقع اینجوری نبوده که گوشی برداره عکس بگیره مثلا بفرسته بگه آقا اینجا جاسوس، اونجا نداشته. تصمیم میگیره یه جاسوس بفرسته به ایران. حالا اون جاسوس کیه؟ به اسم ستوه. آقای ستوه از لشکر توران علیرضا جان اون داستانا رو بعد تعریف میکنم، حالا برسیم شاهنامه است. بعد من کامنت نباید بخونم، مثلا میخونم ذهنم بره. آقای ستوه رو از توران میفرسته به ایران. برای چی؟ برای اینکه برو ببین آقا آیا واقعا گرشاسپ رفته به سیستان، آیا واقعا اسفندیار توی سیاهچاله،
در بند. خلاصه سطوح میره و این جاسوسی انجام میده و متوجه میشه که بله آقا گرشاسب رفته ول کرده همه چی و رفته به سمت سیستان. الان سیستانه داره اشغال میکنه، انگار نه انگار پسرش اینجاست، رفته آتشکده سیستان پیش رستم و زال. از اون ورم داداش منی که اسفندیارم واقعا توی زندانه، اصلا من اینجا یه حالت شلم شلواییه برای آقا اگه میخوای بیای بزنی بیا بزن، الان بهترین وقته. هیچ کس به هیچ کس نیست. که ارجاس خیلی خوشحال میشه. ارجاس خوشحال میشه و تصمیم به لشکرکشی میکنه. یک لشکری آماده میکنه و به پسر خودش میگه که تو حمله کن در جلو، بزن اینا رو تار و مار کن، هر کی اومد جلو نصفش کن، من پشت سرت دارم آروم میام و دوست دارم ببینم این حالت پیروزی رو. تو برو جلو من پشتتم. پسرش رو به همراه لشکر میفرسته توی ایران و حمله. یه تصادف جزمی شد. جزمی خلاصه چی؟ آره لشکرش رو حمله میکنه به کاخ ایران توی بلخ چیه؟ توی بلخ. همونطور که میدونی گرشاس بعد پیروزی رفت بلخ و اونجا یک دژی علم کرد. نه بابا اون ور داشت دور میزه. گوبای میام. بعد پارازیت دیگه پارازیت. بعد اوکی بعد آره به بلخ بابا این اومد اصلا حواسم پرت. توی بلخ بوده به خاطر اینکه حالا آتشکده اونجا بنا کرده بوده و پایتختش رو اونجا قرار داده بوده به خاطر زرتشت. حالا اینا حمله میکنن به بلخ که اونجا لهراسپ هم اونجا بوده، گرشاسپ اونجا نیست، گرشاسپ سیستانه. اینا حمله که میکنن لهراسپ بهش خبر میرسه که آقا کجای کاری، خشتکمون رو دارن پرچم میکنن، توران اومده همین دم دره آقا. این گرشاسپ به خدا نشناسم رفته سیستان. آخه الان چه وقت سیستان رفتن بود؟ اینجا مگه پایتخت نیست؟ هیچکی اینجا نذاشتی. آقا لهراسپ این در اون در این ور اون ور 1000 تا جوون و پیرمرد پیدا میکنه که بتونه مبارزه کنه، ولی خب اونا هم کشاورز بودن دیگه، به درد صاحب نمیخوردن دیگه. خود لهراسپ هم تصمیم میگیره که وارد نبرد بشه و کلاهخود و لباس رز میپوشه. اینم بهتون بگم که ارجاس به پسرش گفته بود آقا هر جا اسفندیار رو دیدی بکش، اصلا رحم نکن. اسفندیار تنها کسیه که میتونه ما رو شکست بده، پس هر جا دیدی بکشش در هر شرایطی. خلاصه آقای لهراسپ میاد وسط میدان جنگ و میگه آی نفس کش من پارتون میکنم. شروع میکنه به نبرد. با این سن زیاد خودش یک پهلوان خوبی بوده آقای لهراسپ. شروع میکنه به نبرد و زدن و اینا که اونا از دور میبینن آقا نکنه این چیز اسفندیاره، اینجوری که این یل و بازو داره این مبارزه میکنه شبیه اسفندیاره، بکشیدش، هر جوری هست اینو بکشید. که اینا نامردی میکنن دیگه آقا. این پیرمرد بوده دیگه، اینو دور میکنن. این پیرمرد به خاطر آفتاب و گرما و این چیز کم میاره و میتونن که آقای لهراسپ پادشاه پیشین ایران رو شکست بدن. آقای لهراسپ رو میکشن و بلخ رو تصاحب میکنن. توی این مابین لالوا یکی از زنهای گرشاسپ اونجا بوده، سوار اسب میشه فرار میاد به سمت سیستان که آقا خبر رو برسونه به این گرشاسپ دهن سرویس که آقا ما به چنگ عظما رفتیم، نمیخوای برگردی، نمیخوای حرکتی بکنی. خلاصه میرسه. اینم داشته باشیم اینا که آقای لهراسپ رو میکشن فکر میکنن اسفندیار رو کشتن دیگه، خوشحالی و فلان و اینا، میرن این کلاهخود رو ور میدارن، یه بیلاخ اینجوری میاد مقابلشون. یا همه متعجب واسن میگن موی سفید این مرد رو میبینن میگن این لهراسپه، این پدر بزرگ اسفندیاره. اسفندیار نبوده که ما فکر میکنیم اسفندیار رو کشتیم. یه بیلاخ اینجوری میاد وسط.
حالا اینا دارن اینجوری جولان میدن، زن گرشاسب به سمت سیستان رفته و قرار به گرشاسب اطلاع بده که آقا بیا که به چخ رفتیم، بیا که علنا دارن تار و پودمون رو یکی میکنن، نمیخوای لش بیاری. تا اینجا قضیه رو داشته باشید. حدود 30 دقیقه شد. تا اینجا قضیه داشته باشید. ادامه این رو توی لایو فردا براتون تعریف میکنم. امیدوارم که لذت برده باشید. سعی میکنیم که روز به روز جذابتر باشه، سعی میکنیم که بهتر باشه. فداتون بشم، دورتون بگردم. یه نیم ساعت به من امان بدید، من بیرون یه نفسی تازه کنم، یه آبی بخورم. یه نیم ساعت بعد میام، باهاتون کلی کار دارم، قرار کلی صحبت کنیم با هم دیگه. پس زنگوله رو بفشارید که ما اومدیم دیگه. باشید همتون، دوستتون دارم، قربونتون برم از اینا.